درود به همه شما دوستان ارجمند و مخلصان همیشگی برنامه‌های تلویزیون ورزش. این برنامه دسته اورزو است که در جریان آن ما در مورد بهترین فوتبالبازان دور پنجم مرحله عمومی لیگ قهرمانان حرف خواهیم زد. من گلروز خونالزاده هستم و همراه با من در استودیو مرکزی تلویزیون ورزش همکارانم بابا خولمالزاده و ایمانبک شادیبکزاد قرار دارند. خوب خوش آمدید به برنامه. طور معلوم است بهترین بازی‌ها در دور پنجم هم در روز یکم هم در روز دوم صورت گرفتند و ما کوشش کردیم تا بهترین فوتبالبازان رو از همین 18 رقابت انتخاب کنیم و اونها رو پیشنهاد شما بگردانیم تا شما فکر نشای خود را بیان کنید و این زمان متوجه میشویم با اکران اون هیئتی که انتخاب کرده شد و اونهایی که 11 نفر بهترین بودند. به طور ذیل است امیلیانو مارتینز دروازه‌بان، رامی بنسباینی، کیمینج، دیوید گانسکو، کونر برادلی در خط دفاع هستند، شارل کاتیلاری، الکسیس مکالیستر، مالک تیلمان در خط نیمه حمایه بازی میکنند، فلوران ویرتس، خولیان آلوارز و رتگی این فوتبالبازان خط هجوم باشند. ارنست لوت همچون سامورابی اینجا انتخاب کرده شده است و اکنون وابسته به این هیئت وابسته به هر یک فوتبالباز اندکی صحبت میکنیم و آغاز میکنیم از موقع دروازه‌بان. ما انتخاب کردیم امی مارتینز را دروازه‌بان ارژانتینی دسته استون ویلا را که استون ویلا در دور پنجم بازی خود را برگزار کرد با دسته یوونتوس. بازی 0-0 جنبست گردید و چند حالتی که یوونتوس داشت و ضربه‌ای که فوتبالبازان تیم زدند مارتینز برطرف کرد. ما او را انتخاب کردیم. بودن یگان نامزدان دیگر که میتوانستند جای او را بگیرند. با فکرم درست‌تر میشد اول بابا خانم‌رضا سخن اثر کند بعد ما دوام میدیم. نه اول از شخصی اول ایمانبک شادیبکزاد. این خیلی باشد با اجازت شما به گفت پرویز با عرض سلام و ادب به بینندگان و کلی مخلصان این برنامه و پیش از آن که سخن درباره دروازه‌بان شود من میخواستم اظهار افتخارمندی کنم که امروز در برابر بهترین شهره تلویزیون ورزش قرار دارم. بابا خانم‌رضا نه همه وقت با برنامه‌های ما تشریف می‌برند. این نفر در برابر این همچنین لیدر غیر رسمی شورهان است و باید این چیز را قدر کرد. دوم اینکه در مورد دروازه‌بان باید گفت که این امی مارتینز یگان خشتباری آمکیتون میشود که در همه دستای ارزو دروازه‌های دور میماند، توپ طلایی تقدیم میکنید. خب بهترین دروازه‌بان سال اعتراف میکنند. در همه جا بهترین حساب میکنید. گلروز در همه ریتینگاش خود را اونقدر نه امی مارتینز رو پیش میموند. به فکر من اینجا دروازه‌بان لیورپول دیده مهارتی بهتر نشون داد. ببینید پنالتی را گرداند مقابل یکی از بهترین دستایی که به استثنای آن دو بازی‌هایی که ناکامی دارد رئال مادرید برآمد عالی نشون داد. ببینید ما از همون پنالتی شد که رویش بازی دیگر طرف شد و لیورپول نتیجه صد فایزه خود را ادامه داده است این حال در مرحله عمومی. بله البته اصلا در اون بازی‌هایی که نتیجه مساوی میشود 0-0 بیشتر نقش اساسی رو خو این دروازه‌بان اجرا میکنند. یعنی سیفای اولی انجام میتونن درست است ولی از لحاظ اون که مثلا در این دور در دور پنجم کدام دسته ها بیشتر موفق شدن و نتیجه های خوبتر به دست آوردن بهتر می بود مثلا همون دروازه‌بان‌هایی که مثلا نقش اساسی داشتند. خب انتخاب ایمانبک نامزدی ایمانبک هم بسیار دقیق درست است چون که ضربه پنالتی که از جانب کلیان امباپه زده شد خیلی خیر با یک مهارتی بلند برگردونید. خب این یک. دوم مثلا ارسنال در سفر اسپورتینگ را تورمور کرد. دسته که با راهبری روبن اموریم نتیجه بسیار خوب داشت ولی ارسنال مغلوب کرد با حساب کلان. دروازه‌بان این دسته هم وقتی من با امور توجه کردم نظر به مثلا مارتینز سوی کم داشت ولی اینجا باید غلبه دسته هم در سفر فکر میکنم حساب کرده شود باز خوبتر میشد. این پیشنهادی من. بله یعنی غیر از امیلیانو مارتینز باز نامزدان دیگری که هستند کیون کلخر از دسته لیورپول که پنالتی رو برگرداند و باز میتوانست اینجا دیوید رایا دروازه‌بان دسته ارسنال هم باشد که در سفر این تیم توانست. البته اینو ارزانه ما نمیگیم که اینو باید قرار بگیرن ولی ارزانه هست. لیکن برنامه خودت که است البته به استاد بسط فوزان همون نفری انتخاب کرده خودت جای میگیره 100% دوست. میگذاریم اکنون به خط دفاع و در خط دفاع از کنار چپ ما انتخاب کردیم رامی بنسباینی رو بازیگری که توانست در همین دم هرچند فوتبالباز خط دفاع هم است ولی در هیئت بروسیا دورتموند بسیار بازی خوب رو نشان داد و توانست در موفقیت دسته تاثیر بسیار خوبی داشته باشد. خوب همچنین اینجا نامزدان دیگر هم در برابر بنسباینی البته بودند که شما میتوانید اونها رو پیشنهاد بنمایید.
من فکر میکنم که این نفر الجزایری میتواند موقع ارزنده خود رو داشته باشد. من با شما باری اول هم اگر باشد هم فکر بودم میتوانم با شما خصوصا با گلروز هم فکر بودم بسیار مشکل است. این کس دائم کوشش میکند که خودش درست باشد، خودش همه چی را بداند و گویا که فوتبال را هم خودش ایجاد کرده باشد. ولی در این مورد من فکر میکنم بین سبینی واقعا هم در موقع درست قرار دارد. اولی اگر که اندک فراتر فکر کنیم اندی رابرتسون هم میتوانست که در هیئت دسته ارزوی ما جای میگرفت ولی نه در دسته هیئت ارزوی خودت. یک اسیست داشته اندی رابرتسون. بله و وقتی ایمونبک مثلا بزرگوار سخن میکند که دیگر نامزد نیست، منم بله بعد از این دیگر یگان نفر رو پیشنهاد کردن خیلی مشکل. اینجا منطق گپ در همین است که بابا اگر خودت این اومدین شما میتواند دروغ راست قطعی من بحث جنجال کنید، بابا من با قول جسارت پیدا نمیکند یک سخن زیادی از من بگوید. در ادامه برنامه باز این چیز را میتوانیم بهتر ببینیم. خوب بن سبینی فکر دارم جای اونقدر بحث زیاد رو ندارد چون که واقعا هم در این دور او بهترین بود و اون عملای نتیجه بخشی که داشت و یکی از گل‌های مهمی باروسیا دورتموند زد و برای این دست البته کمک خیلی زیاد است. بله در بازی سفری. خوب میگذاریم اکنون به خط دفاعی مرکز. در اینجا ما دفاعگر یکم مرکزی انتخاب شد از دسته باواریا کیم مین جه که گل غلبه آور رو زد و راستی یکی از سبب‌های اساسی انتخاب من از نه خصوصیت‌های دفاعیش بلکه همین گل است. بله خب درست است وقتی من مثلا این بازی رو شرط دادم که مینجه اصلا از لحاظ اون که مثلا یک گل ارزشمند رو برای دسته باواریا به هدف رسانید و پاریس سن ژرمن که حتی سر کرده از دقیقه 55 با شماره کم بازی کرد و حتی بیشتر در حمله بود پاریس سن ژرمن، استوار بازی کردن باواریا در همین موقع این بازیگر رو میتونه در اینجا جای بدهد به خاطر آنکه ببینید قریب 30 دقیقه زیادتر پاریس سن ژرمن با شماره کم بود اما بیشتر حمله میکرد. یعنی اونجا اگر مثلا بازی رو تماشا میکرد حس نمیکرد که پاریس سن ژرمن با شماره کم بازی میکرد و نقش دفاعگران در این مثلا بازی خیلی کلان هم هست، ولی باز میتوانستند دفاعگران دیگر هم ارزنده باشند در این موقع. مثلا دفاعگران دسته لیل که یک بازی خیلی خوب رو در سفر انجام دادند و حالا ببینید لیل مثلا بعضی دسته ها برای پلی آف شانس ندارن اما لیل حالا آهسته موقع خود رو بهتر میکنه در زمینه 12 هم اگر خطا نکنم، یا مثلا یکی از دفاعگران دسته آرسنال شده میتوانست در این موقع که در مقابل اسپورتینگ چنین نتیجه خوب به دست آورد. خب دفاعگران میلان رو نمیگم چون که اونها در میدان خود بازی داشتند و حتی 2 توپ هم سر دادند. خب باز در این دور اینتر هم بسیار یک غلبه ارزشمند شد در سان سیرو به دست آورد. خب به هر صورت نامزدها هستند اما دقیق نیستند که کیها هستند، ولی با وابسته به این بازی که محض رقابت مرکزی بود انتخاب کیم مین جه من فکر میکنم باز درست و فراموش نمیکنیم که دو دفاعگر مرکزی رو انتخاب میکنیم. یک دفاعگر رو ما کیم مین جه انتخاب کردیم و یک دفاعگر دیگر رو ما ایمونبک انتخاب کردیم از دسته فینورد. دوید گانسکو رو ما انتخاب کردیم که گل سوم رو با دروازه دسته منچستر سیتی زد و گویم همون کامبک فینورد رو که بازی رو مساوی کرد بعد از 3-0 لذت بخش بود و یک گل اساسی زد، یک گلی که گویم که از نگاه اینتریگ برای بازی آوردن، از نگاه حتی یک امتیاز آوردن و فینورد بسیار مهم بود. ببینید هرچند که در 5-6 بازی اخیر به دروازه سیتی گل زدن و حساب برابر کردن تو پیروز شدن آسان هم باشد و واسه اون کریزی که دسته گواردیولا دارد و سر روش رو به هر دیوار میزند. از جانب دیگر گانسکو واقعا هم کاری شایان کرد، نتیجه مهم رو تامین کرد و پس از حساب 3-0 کامبک کردن ضد سیتی این 2-3 موسم پیش یک افسانه برای یک شل دسته بود و بود و عموما خودی گل زدن به دروازه سیتی. من فکر میکنم اینجا هم هرچند که ما میتوانیم کسی دیگر رو مثل خود پاو کوبارسی رو جای کنیم برای وضع ولیکن نماینده دسته فینورد ارزنده تر است. بله و یک چیز دیگر که سراول دوید گانسکو در حالتی که یک ضربه زده شد تو باز رسیدن به او وارد دروازه فینورد گردید در گل منچستر سیتی. اونجا افت گل البته ثبت نشد، گل به نام فوتبال سیتی ثبت گردید ولی بعداً او اشتباه خود رو جبران کرد، به خط هجوم رفت و در اخیر توانست همین خطای خود را میتوان گفت تا نوزه جبران هم بنماید. خوب میگذاریم اکنون ما با کنار راست خط دفاع. اینجا هم البته چند
بازیگری گویم که ارزنده البته هنرنمایی کردند، بازی خیلی خوب را در رفت همین رقابت فوتبالبازان از دستای گوناگون نشون دادند توانستند. ولی انتخاب با فوتبالباز جوانی دسته لیورپول افتید این کانور برادلی است که در بازی بر مقابل ریال مادرید او یگان امکانیت را با کیلیان امباپه و دیگر فوتبالبازان خط هجوم نداد. گپ سر آن است که در مثلا ایواز کردن جایگاه یک بازیگر بیشتر موتیواسیون و انگیزه خیلی بلند نشون میدهد. در بازی آخری پریمیر لیگ هم اگر ما تماشا کنیم وقتی لیورپول با آوتسایدر چمپیونات ساوثهمپتون بازی میکرد نقش کانور برادلی خیلی کلان بود. مثلا حس نمیکرد که اونجا ترنت الکساندر هست یا نیست. یعنی این بازیگر هرچند جوان است، خیلی جوان است، شاید در بازی‌های بزرگ تجربه بلند ندارد، ایسا موقع همین بازیگر رو اشغال کرده ایستاده است. یعنی لیورپول علاقه آماده است اگر حتی آرنولد هم برود. بله، چون خبر است که مثلا ریال مادرید توجه دارد به ترنت الکساندر آرنولد، ولی فکر میکنم ماس همین کاردانی خودی آرنه سلوت که کی باید در این موقع بازی کند بسیار نقش اساسی دارد. مثلا ببینید در بعضی بازی‌های مهم خودی یورگن کلوپ وابسته به آن که از چند جهت ترنت الکساندر آرنولد در سیستم فوتبالی یورگن کلوپ ضعیف بود، جوزف گومز رو به میدان می آورد. مثلا زود به قفا برگشتن. بله، نه به میدان برآمد. اما من شخصا بعد اوسیبی ترنت الکساندر آرنولد گمان میکردم که جوزف گومز موقع او رو میگیرد، چون که بعضی خصوصیت های ترنت آرنه سلوت هم همون بود است که ترنت الکساندر آرنولد رو همون جایهای مینوسی همین بازیگر رو یافته است، یعنی یگان مشکلی نیست. من همین گونه فکر کردم، ولی چند بازی میشود که برادلی در حیات اساسی بازی میکنه، یعنی ببینید که از چند جهت این بازیگر جوان خیلی خوب هم بود است. بله. همچنین یک نگاه دیگر اگر کنیم ببینید نماینده دسته ارسنال یوریان تیمبر هم میتواند در همین موقع یکی از نفران ارزنده باشد و وابسته به اموری که داشت و در بازی سفری ضد اسپورتینگ او را میتونستیم جای کنیم و اشتباه نمی بود اگر که این نفر هم جای میکردیم. ببینید البته که میتوان از یک جهت کانور برادلی رو تعریف توصیف کرد، ولی از جانب دیگر خونه یک بهانه پیدا می شود که ریال این حال در بحران است. ریال از میلان شکست خورد، میلانی که تعریفی نیست، میلانی که نتیجه برقرار ندارد. بارسلونا در یک طرف میمونیم، اون وقت بارسلونا با تمامی سند به قول ریال مادرید شکست داد. ببینید اون شکستایی که دارد در خود لیگ چمپیون ها و نمیتواند به موقع برقرار کردن، فکر میکنم جای کردن نماینده ارسنال هم از منطق دور نمی بود. بله، ولی با در نظر داشتن که چگونه او با امباپه بازی کرد و چگونه او را محکم کرد و عموما بازیش در سطح عالی بود و بعدا بهترین بازیگر همین رقابت هم از کانور برادلی انتخاب کرده شد. البته اینجا ما از او انتخاب کردیم در کنار راست خط دفاع. اکنون میگذاریم به خط نیمه حمایه، سه نیمه حمایه‌گر مرکزی رو انتخاب کردیم که هر سه‌اش بسیارتر گویم متوجه هستند به خط حمله و در خط نیمه حمایه مرکز الکسیس مکالیستر باز یک فوتبالبازیگر دسته لیورپول رو انتخاب کردیم که گل یکم رو در رفت رقابت بر مقابل دسته ریال مادرید به هدف رساند. خب البته اگر از روی گل گیریم ارزشمند بودن مثلا گل مکالیستر بسیار بلند هم هست، ولی از روی مثلا حجم کارها گیریم در یک بازی باز مثلا نامزدان دیگر هم بود. یکی از بازیگران سرون زوزدا که دیروز خوندم در کرونیچ، بله کرونیچ در این بازی از کنار جای داده میتونین رو نه به هر صورت نیمه فیزدگر هم هست، مثلا نیمه فیزدگر هم هست. اصلا اگر در مورد مکالیستر حرف بزنیم در مرکز جای میگیره، در مرکز میتوانیم البته برای مثال ادیگو رو بگوییم که بله و سوال هم همین است که چرا یگان بازیگر ارسنال در حیات رمزی نیست از اون غلبه ارزشمند که داشت. امیر کلانفور و بله براوی برنامه است، دسته ارزو این با کیف خودش انتخاب میگیرد، بعد ما رو غم داده وقت ما رو گرفته. فکر کنید کیا هستن ارزنده؟ مثلا ایموبل یک دفاعگر انتخاب کرد، من هم گفتم که مثلا در جای کیم اینجا مثلا میتونست گابریل باشد یا نه در جای کیم اینجا ما باید بسیار زوداری نکنیم، او نفری ارزنده نه درست است. به هر صورت نامزد ما پیش صفانو هم جای داشته باشد، لیکن ببینید دفاعگر وقتی که تقدیر بازی مهم مرکزی رو حل میکند این چیز همین خود رو میماند.
نه اما سوال اساسی هم همین بود که چرا یگان بازیگر ارسنال مثلا ساک هم گل زد هم پاسی گلوار انجام داد یا مثلا خودی بازیگران دیگر ولی یک نامزدی من همین یکی از محافظتگران سروین زویزدا چون که اونها مقابل شتوتگارت غلبه کردند پیروزی غلبه بزرگ برصد من دیگر در مورد مک الیستر یگان جایگزینی دیگر ندارم اگر ایمون بک داشته باشه من اینجا تنها میتونم اشاره کنم که اصلا ارژانتینیا رو اونقدر من نمیپسندم نوبسته اون که چی من خودم این معنی اون نداره که شما کسی رو نپسندید اینجا جای نمیده من جای ندیدم درست لیکن اینجا من به استثنا مکالستر تعریف توصیف کردنیم زمانی وقتی اومدن در وقت کلوب هم که چروی کلیدی بود این در این بازی هم نوبسته از اون که گل زد او کارهایی که برای تامین نتیجه کارهایی که در رقیبگاه انجام داد بسیار ثمره بخش بودند و این نفر را در هیئت رمزی بهترین ها نه گل روز خدادان زرزده با مهارت بزرگ فوتبال دانیش بلکه در اویفا هم اعتراف کردند و این چیز را هم باید به نظر گرفت با هیئت رمزی اویفا در دور پنجم اونها بفهم از ما بسیارتر فوتبال میدونند ببینید که دسته ریال مادرید دیده و دانسته در رقابت با لیورپول 4 نیم حمایتگر رو به میدان وارد کرد که بازی در خط نیم حمایه اندکی هم باشد بهتر شود ولی گپ سر می‌رود که بازیگران خط نیم حمایه دسته لیورپول در سطح بلند بازی کردند یگان امکانیت داده نشد و یکی از چهره‌های اساسی ما از مکالیستر بود که در گردان کردن بازی دسته در خط نیم حمایه واقعا هم در سطح عالی هنرنمایی کرده بود. خوب میگذاریم اکنون با فوتبالبازانی که از دو کنار مکالیستر قرار دارند. سر اول بازیگر دسته PSV مالک تیلمان را ما انتخاب کردیم که بازیگر مذکور هم از جانب اویفا در قطار یکی میتواند بهترین بازیگر دور پنجم باشد. این زمان معلوم نیست که بهترین بازیگر کی می شود ولی 4 نفری که انتخاب کرد اویفا و از بین اونها بهترین فوتبالباز انتخاب کرده می شود. من هر 4شون رو در همین هیئت جا دادم و یکی از اونها این از طرف دست چپ از طرف دست چپ مکالیستر. بله. اما در مورد این بازیگر ببینید اگر خطا نکنم شختار بایسی به 2-0 پیش صف بود مقابل PSV و یک بار بازی مثل همون رقابت منچستر سیتی فینورد دیگر شد. اونجا حتی کارت سرخ هم گرفت یکی از بازیگران دسته شختار. شاید این عامل هم تاثیر خود را رسونید ولی در اصل باید گفت که همین دوری باشگاه‌های فوتبال نیدرلند بود که بسیار قهرمانانه بازی کردند. مثلا شختار هم دسته ضعیف نیست با اون وضع مالیوی که این حال این دسته دارد. به هر صورت مثلا در اون تجربه که خود شختیار دارد PSV مثلا ندارد ولی رفتی بازی نشون داد که بعضی بازیگران الوهیده میتوانند تقدیر بازی را به نفع خود انجام دهند و 2 گل هم زد. مالک تیلمان در این بازی بسیار ارزشمند و غلبه پیروزی نوک تیمش رو به دست آورد. من در مقابل تیلمان یگان نفر را نمیبینم هرچند هستند بازیگرانی که در این دور گل زدن از این موقع نتیجه خوب هم به دست آوردن ولی تیلمان به فکرم ارزنده است. من با شما راضی خوب این طرف باشد میگذاریم با طرف راست مکالیستر در خط نیمه حمایه مرکز. اینجا ما انتخاب کردیم فوتبالبازی دسته اتلانتا رو شار دکاتلاره بازیگری که اتلانتا 6 گل زد و او در 5 گل این تیم نقش گذاشت. ببینید من میفهمم شار دکاتلاره اصلا فوتبالبازی است که نه در خط نیمه حمایه بلکه در هجوم است کنار بازی میکرد در همین رقابت ولی گپ سر میرود که اینجا هم شار دکاتلاره از همین کنار در سطح عالی بازی کرد بوکایو ساکا از آرسنال در سطح عالی بازی کرد. خوب بازیگرانی که اویفا اون را انتخاب کرد و بهترین فوتبالبازان بودند در از بازیگران همین موقع هم البته دیده میشوند. حملهگران خود را خیلی خوب نشون دادن چند حملهگر که بعداً در جا دادن همه این بازیگران البته گوییم که باید 1-2 نفر قربان میشدند و میتوانستیم البته در همین موقع بوکایو ساکا را برای مثال جا بدیم یگان مشکلی نمیشد ولی با سبب اون که از 6 گل در 5 گل شار دکاتلاره در دسته خود گوییم که به واسطه اشتراک کرد او رو جا دادیم در همین موقع. ببینید اتلانتا با گاسپرینی در بازی هفتم و هشتم میتونه نتیجه نشون دهد ولی که وقتی که سروین زویزدا یک قدر نشون دهنده تاریخی رو کرد ما باید به نظر گیریم مثلا یک بار نفرانش رو جای دیم رد کرونش رو میتونستیم جای دادن دیگر امکانیت نمیشه. سروین زویزدا دیگر نمیتونه در هر بازی دیگر غلبه نمیکنه. اقلا در همین روزای یک روز تاریخی افتخاری همون بازیگران دستای میانه و حرمت احترام کردن در کار این چیز البته با اشاره به نفری که
خود انتخاب میکنه و در سر ما بار میکنه. یعنی اینجا شارل کاتلار یک نامزد است که او رو علاقه موندیم. اینجا میتواند رادی کرونیچ باشد. خوب اینجا میتوانست بوکایو ساکا همچنین باشد که در موقع جو بگیرد در کنار روست. یعنی او که وینگر است. نامزدها بسیار بودند. مثلا یکی از بازیگران دسته شتورم مثلا ژیرونا رو شکست داد. بله. خلاص در همین کنار بسیار بازیگرانی بودند که در کنار روست در خصوص میتوانستند موقع بگیرند و 100% در خط نیمه حمایه در خط هجوم جو بگیرند و به حمله گذارند. خوب خط نیمه حمایه در اینجا 3 نفر رو انتخاب کردیم، اونها رو حرف زدیم، تحلیل کردیم و میگذاریم اکنون ما به خط حمله که در هجوم هم البته گویم که انتخاب کردن نه اونقدر آسان بود، چون که حملهگران در این دور بازی چون بازی هم خیلی زیاد هستند، در 2 روز 18 بازی میگذارن، 9 بازی در روز یکم، 9 بازی در روز دوم. انتخاب کردن از این 18 بازی البته مشکل است، چون که بازیگران میتوانند فوتبالبازان یک دو موقع خود رو خیلی خوب نشون بدهند. بله، اگر 2 هیئت رمزی هم کنیم فکر می‌کنم 2 هیئت رمزی هم 100% کرده می شود. و در کنار روست در کنار از کنار چپ آغاز کنیم بهترش. در کنار چپ خط حمله فلوریان ویرتس رو ما انتخاب کردیم. در همین رقابت دسته بایر بازی کرد با 2 حملهگر، یعنی اینجا بسیارتر میتونم گفت اونها 2 حملهگر مرکزی بودند، ولی نزدیکتر به همین کنار چپ بازی کرد ماس فلوریان ویرتس در هیئت دسته بایر. من فکر میکنم اگر در قیاس با موسم گذشته در بوندسلیگا حالت ایدئالی ندارد بایر این حال، ولی ببینید در 5 بازی لیگ چمپیونها 4 گل بایر و ماز ویرتس به ثمر رسانده است. اگر بهانه کنیم و در اینجا او را از اینجا بیرون کرده نمیشه، او را میتوان در دیگر هیئت رمزی دوره پیشین هم جای کرد. فکر میکنم این انتخاب بسیار عاقلانه است و البته که به مصلحت‌های دیگران هم گوش کردن این نفر مونده است. بله من با سخن‌های بومبک اینک باری چندم روزی میشم. درست هم هست اگر نه مجبور میشد که روزی شود، برای که دیگر به قول یگان خودم ندارد. خلاص اینجا البته دیگر بازیگر نیست که میتوانست در کنار همین چپ خط هجوم باشد. برای مثال اگر وینیسیوس جونیور میشد در رقابت با لیورپول و اون کارهایی را که قبلا انجام میداد میکرد، بازم وینیسیوس جونیور چون هر وقت نه اگر میشد میبود اگر میکرد و کلان امباپه که در بازی با لیورپول در همین کنار جو داده شد، او امکانیت داشت در هیئت رمزی ما جو گیرد، ولی بازی خیلی بد نشان داد. دیگر یگان امکانیت برای کلان امباپه هم نیست که در اینجا جای خود را پیدا کند. خوب مارتینلی هم البته یک گل را به ثمر رساند و هم بازیگر همین کنار است، ولی به هر صورت با فلوریان ویرتس فکر دارم هیچ کس برابر شدن نمیتواند وابسته به بازی که او نشان داد. خوب بازیگر خط هجوم از کنار دیگر از کنار روست بازیگر اتلانتا است، ریتگی. او اصلا فوتبالباز خط حمله مرکز است، ولی با سبب اونه که در مرکز در همچون حملهگران مرکزی چند نفر دیگر بهترین بازی رو نشان دادن، ما این بازیگر رو گرفته، یعنی در خط حمله اما در کنار روست جو دادیم. بازیگری که توانست بهترین بازی رو نشان بده، هرچند گویم که رقیب اتلانتا یانگ بویز بود، اونقدر رقیب مشکل نیست، ولی با سبب همون گلایی که در لیگ چمپیونها در یک بازی دوبل و خطریک میکند، البته دیگر علاجی نمیماند غیر از جو دادن چنین فوتبالباز. بله. خب من یک نامزد دارم در این واقع. خود ریتگی هم مثلا نیمه‌فیزدگری کناری و حمله‌گری کناری نیست. این روبرت لواندوفسکی از بارسلونا، چون که لواندوفسکی رو در مرکز بعدا میتوانیم جو بدیم. نه وابسته به اون که در برابر خولیان آلوارز و حمله‌گری مرکزی دیگر من نامزد رو نمیبینم وقتی اتلتیکو در سفر با حساب کلون غلبه میکند. بله. نه از این زمان درباره ریتگی در ریتگی مثلا لواندوفسکی حمله‌گری مرکز در دل خو موقع جو کرد. او هم حمله‌گری مرکز است. مثلا او رو میتوانستیم مثلا در موقع ریتگی جای بدیم. نامزد است. مثلا اگر بگیریم قیاس کنیم خولیان آلوارز و روبرت لواندوفسکی، آلوارز نتیجهش بالاتر میشه، چون لواندوفسکی از یک پنالتی گل زد، بعداً از جریان بازی گل زد. سوال هم همین است، نمیتوانستیم برای مثال گویم ریتگی رو با این کنار بیاریم، آلوارز رو قربان کنیم، لواندوفسکی رو مونیم، لواندوفسکی رو با این کنار میآوریم، آلوارز رو میمونیم، ریتگی میموند. در اینجا ریتگی حمله‌گری مرکزی هست. نه فهمیدم، من گفته ایستادم که ببینید اگر برای مثال لواندوفسکی رو من با کنار روست میآوردم و ریتگی رو در خط حمله مرکز میموندم، خولیان آلوارز میموند، آلوارز رو میموندم، روبرت لواندوفسکی رو با کنار روست میآوردم، ریتگی میموند. یعنی اینجا یک نفر از بین همین 3 نفر بود قربان کرده. این نامزد تغییر میداد چی؟ این نامزد هست، نامزده که مثلا ارزنده بودن. یک نفر از خط هجوم مجبور میشدیم ویرتس رو برای مثال مجبور میشدیم دور کنیم. یعنی یک نفر از بین همین 3 نفری که شما گفته اید من بود قربان میکردم، برای که همه قربان شد لواندوفسکی. بله. اما ما هم نامزد میگیم، همچون نامزد او اصلا از یک نگاه
میتوانست جو گیرد در این حیات میدونید چون که اون گل صدومی که در لیگ قهرمانان به ثمر رسوند و اکنون او 101 گل دارد دوبل کرد در سه گونه بهترین در سه گونه بهترین قرار دارد از این نگاه 11 نفری که هستند و بعدا نفر یکم پس از اونها در حیات ذخیروی رابرت لیواندوفسکی است. ریتگی من تماشا کردم گل‌های ریتگی رو بسیار سخت زحمت کشید وقتی گل زنیم گل‌های آسان نبودند و ببینید از نگاه خودم من یک نفری اتلانتا رو بیرون کردنی شدم لیکن دلیل این است که این مرد کار رو حل میکند نتیجه رو گلبوز میموند باید که یک نفر اتلانتا باشد. ببینید موسمی برقرار دارد چی در چمپیونات ایتالیا هم این دسته و برای قهرمانی مبارزه میبرد. بازی دور پنجم است ایمانبک اونها یکم گل خود را در لیگ چمپیونها سر دادند تا همیدم یکم گل رو سر نداده بودند برقراری احساس میشود گل زد یعنی گل استوری دیدن دسته شد و در چمپیوناتی در سری ام به نظر بهترین حمله‌ور ریتگی است. بله بهترین نشانزن نظام ریتگی رفته ایستاده است. خلاص ریتگی در کنار راست انتخاب کرده شد و در خط حمله مرکز خولیان آلوارز الکی این رو هم البته باز کردیم و گفتیم که لیواندوفسکی میتونه جو داشته باشد ولی آلوارز خیلی بازی خوب نشون داد و اون گلی که از ضربه جریمه‌ای زد یکی از گل‌های زیبا بود. یکی از بازیگرانی که من فکر میکنم مخلصان دسته منچستر سیتی افسوس میخورن از دست چون یک بازیگر مثلا مثل هولند با اینقدر شهامت با اینقدر تمامی خوراک رو وقتی با یک چیز مثلا تیار میکنی استفاده میکنه هولند هم همین گونه است یعنی منیره بازی هولند و خولیان آلوارز کلا دیگر هم هست اما در اصل خودی خولیان آلوارز نشون داد که او واقعا هم یک بازیگری بسیار سطحی بلند هم هست. ببینید حالا منچستر سیتی با هولند چیکار میکند مثلا اونجا نقش اساسی رو هولند بازی کردن نمیتواند. منچستر سیتی این حال پرابلم کلان است یک پرابلمی که نه تنها از هولند وابستگی دارد نفران کلیدی که برای هولند امکانیت تامین میکنند برای بازی آنها نیستند در حیات و فکر میکنم که خود آلوارز وقتی که زیر سایه هولند بود در منچستر سیتی البته او حمله‌ور اساسی نبود و گواردیولا در بعضی وقت او رو حتی نیم محافظتگری کنار استفاده می‌کرد. البته برای نفرانی که چنین کلیب دارند نفر در بعضی حالت‌ها نفر اساسی بودن قناعتمند نیستند او برای چی اینقدر نتیجه بسیارتر نشون میداد. من فکر می‌کنم وقتی که رفت از منچستر سیتی با بیدار شدن انگیزه ایلاوگی در دسته توپ دیگر نشان میداد که من با چنین گل و با چنین آمارها بهتر از فلانی بودم میتونم. منچستر سیتی هم در تیم منتخب آرژانتین الکی نشون داده بود چون که منچستر سیتی هم از اونجا خولیان آلوارز رو خرید یعنی او همین چی میگن یک استواری در بازی خولیان آلوارز همیشه دیده میشود ولی وقتی مثلا یک گورگی کلان آمد برای گورگی خردی امکانیت نشد که او در هیئت اساسی جای بگیرد و او هم گفت که من میخوام که مثلا وقتی بیشتر داشته باشم و خوسپ در تکمیل سخنهای بابا خوسپ گواردیولا چند مرتبه کوشش کرد تا همین دو نفر رو استفاده برد هم ایرلینگ هولند و آلوارز رو یک باره ولی نشد اونا بندی خلل وارد میکردند گوی بازی رو به طرف خود میکشیدند خلاص نشد طور ایمانبک اشاره کرد و آلوارز برای پیدا کردن وقت بیشتر بازی با جستجوی دسته دیگر رفته که سیمیونه دیگر فقط زنگ میزد و حتی اونجا خود آلوارز هم در یکی از مصاحبه‌اش اشاره کرد که با فرزند سیمیونه با جولیان سیمیونه که این زمان در اتلتیکو است گفته است که با پدر دیگر به من زنگ نزند من میگذارم بعد از اتلتیکو مادرید و بعداً گزارش او را در روزنامه خرید و فروش تابستان مشاهده کردیم. این موقعی که گرافیست بود. خوب تنها یک نفر دیگر مونده است این خوب سامورابی است برای همین دسته. سامورابی انتخاب کرده شد ارنه سلوت. سامورابی که بر انچلوتی پیروز شد در لیگ چمپیون‌ها. ببینید انچلوتی پیش از 200 بازی در لیگ چمپیون‌ها دایر کرده است ولی ارنه سلوت الکی در اولین موسم خود با لیورپول نتیجه یگانه دسته یک نتیجه 100% دارد. ببینید به یگان مساوی فقط گل فقط غلبه این رو باید اعتراف کرد و اینجا مانندی گواردیولا و اسلوتون است که تنها سرکلی گواردیولا به اسلوت مانندی داره خلاص دیگر همش به طرف لیورپول اسلوت در حال حاضر. بله خوب بار دیگر میتوانیم متوجه بگردیم به هیئتی که ما انتخاب کردیم 11 نفری که انتخاب کرده شدند به طور ذیل هستند بهترین بازیگران دور خوب پنجم لیگ چمپیون‌ها از با فرضیه برنامه دسته اورزو. امیلیانو مارتینز دروازه‌بان، در خط دفاع مرکز دیوید گانسکو و کیم اینجی هستند، در دو کنار خط دفاع بنسبینی و کونر برادلی، در خط نیم حمایه شارل دکاتیلار، الکسیس مکالیستر، مالک تیلمن، در خط هجوم فلوریان ویرتس، خولیان آلوارز و ریتگی بازی میکنند.
سرمربی بهترین در دور پنجم این آرنه سلوت سرمربی دسته خوب لیورپول می باشد. خوب من تشکر میگویم به شما که در برنامه ما شرکت ورزیدید و با نشای خود برنامه ما جالب کردید. دوستان ارجمند خود رسا میکنم که در برنامه دسته ارزو اشتراک داشتند بابا خلمرودزاده و ایمانبک شودیبکزاد همکاران من گلروز خودنظرزاده بودم. این برنامه دسته ارزو بود. تو برنامه نوبتی خیر.